بده یا ولی نده. فکر می‌کنی تو تصمیمات پرزیدنت ترامپ تاثیر داشته اینا یا نه؟ آره داشته، ولی فکر نمی‌کنم میجر باشه. می‌دونی چی میگم؟ اون به قول تو همه حرفی که زدی امریکاییه، ایرانی که نیستش، منافع امریکا رو در نظر میگیره. آره. و به نظر من جمهوری خواهای امریکا علل خصوص ترامپ سر سازش با جمهوری اسلامی نمیذاره، چون فیزات سیاست جمهوری اسلامی رو اصلا بالکل قبول نداره و مضر میدونتش و هیچ جای سازشی باهاش نمیبینه. اسم میکنم حتی خیلی از حرفایی هم که میزنه چرت و پرته که مثلا آقا نگوشییت فلان. اون یه برنامه‌ای رو داره دنبال میکنه تا به اون نرسم بی خیال ماجرا نمیشه. شما نگاه کنی از جوونیش، از 30 سالگیش تا الان ترامپ یه عالمه مصاحبه داشته، تو هر وقت باش بحث ایران اومده وسط انزجار خودشو از این حکومت جمهوری اسلامی نشون داده. هم خمینی دریوری گفته، هم زمانی اون موقع من یادم خیلی انتقاد کرده بود از دولت که چرا هیچ اکشن نظامی انجام نمیده وقتی حمله کردن سفارت هم سر اون گفتش یه بار، هم مستقیما خمینی رو نقد کرده. میدونی بارها گفته آقا من اصلا اینا رو کاسه کوزه‌شون رو هم بریزم. میدونی خب علی جون، من شنیدم از خشایار کچیبیتس که یه برنامه با پر کرده بود ریسنتلی. یکم راجع به این برنامه بگو، چه برنامه‌ایه، کدوم کاناله، چجوری میشه دیدش؟ من یه پادکستی رو دارم پخش میکنم از کانال ستاره تیوی، تلویزیون تازه شروع کرده به کار، ستاره تیوی. آره یه پادکستی رو دارم پخش میکنم اونجا. یه برنامه‌ای دارم که فعلا این پادکسته، شاید برنامه‌های دیگه‌ای هم داشته باشم اونجا، حالا یا به عنوان مجری یا به عنوان کارگردان و سناریو نویس. درست. بسیار عالی. فکر می‌کنم با کوروش وانتونز هم این برنامه رو اینجا می‌خوای بسازی. آره من مثلا الی اومدم که با عرفان و کوروش هم برنامه بگیرم، با دوتاشون. حالا بگو به خاطر تو هم اومدم دیگه. استاد بزرگ تو که چشم منی. من واقعا ولی تو راه اومدم به اینجا تو رو به من معرفی کردم. می‌خوای تعریف کنم اینو؟ آره اتفاقا حالا آنستی واسه اینکه با هم برنامه بگیریم نیومدم، ولی خیلی جالب بود چون خشی بهم گفتش، پیشنهادشو داد یهو بهم. گفتش که ما اونجا قبلا عرفان راجع به تو با من صحبت کرده بود ولی خشی بهم گفت دوست من اونجا و خیلی هم تعریف تو خدایی خشایار کرد داشتی و جدی دوست داره واقعا. آره و منم گفتم که این انقدر تعریف میکنه و خودت هم برنامه داری با همه بچه‌ها و 100% و کار درسته. گفتم چرا که نه، در خدمتم میام. خیلی هم حال داد، خوشبختم از آشناییت. منم خیلی خوشحال شدم که باهات آشنا شدم و ان شاءالله بتونیم شاید در آینده حتی همکاری بیشتری بکنیم. دفنتلی. آره 100%. آقا اگه بخوای یه نفر رو از رپ فارس حذف بکنی کیه؟ البته من میدونم ولی خب میخوام مطمئن شم که ببینم درست حدس زدم نه. زیادن نه آره میدونم. حالا سوالای بعدی هم دارن. شما فعلا یکی رو علل حساب بگم. من واقعا آدم هیتفولی نیستم که بخوام یکی رو. اتفاقا خیلی سوال باحالی پرسیدی. بذار چرا؟ چون آدمای زیادی هستن که میخوام منو حذف بکنن، اینو میدونم و طی سالها از دوران جوونی سن پایین که کار میکردم تا همین الان به خاطر کاراکتر همون حالا یاغی که داشتم و من به خیلی از چیزهایی که خیلی از بچه‌ها آره گفتن آره نگفتم و یه مدل خاصی داشتم تو این زمینی. خیلی ها بودن که با من بد شدن به گونه این که سنشون هم من بیشتر بوده و یارو کریر رو گذاشته یه بخششو که منو نابود کنه اصلا. میدونی چی میگم؟ یعنی تا جایی که میتونه برنامه‌هاش بود. حالا سوالاتو بهم داده بودی بری جلو، سوالای جلو تعریف خواهم کرد 100%. یعنی این رویکرد نسبت به من وجود داشته که آقا جیدالو حذف کنیم، جیدالو نذاریم فیچر بده، نذاریم برنامه بذاره. اینا زورشون هم بهم نرسیده. واقعا نمیگم بی تاثیر بوده، 100% تاثیر داشته کاری که با من انجام دادن. زورشون نرسیده برای اینکه خب این کار رپ فارسی علل خصوص موسیقی اول از همه اسمش همون کار موسیقیه. تا وقتی موسیقی خوب درست میکنی کسی نمیتونه جلوتو بگیره. تا وقتی بگم مثلا عشقش هم داشته. دقیقاً تا وقتی که عشقشو داری و موسیقی خوب درست میکنی، موسیقی تو مخاطب داره و استعداد خدادادی که حتی نمیتونن بگیرن مگر اینکه همون خودت ببری بگی آقا من دیگه نمیخوام، بذاری کنار. و به خاطر همین در مقابل اون هیترها و آدمایی هم که در مقابل من قرار میگیرن یا حتی آدمایی که با جمهوری اسلامی زدوند دارن و وادور، هیچ موقع روی کرده قهری که طرفو حذف کنیم ندارم. خب ولی خب دوست دارم که مثلا
پاسخگو بشن بابت یک سری از کارهایی که کردن. میدونی چی میگم؟ یه نفر رو بخوای پاسخگو کنی کیه؟ که از آدمایی که بخوام پاسخگو کنم شاید دوست داشته باشم مثلا باهاش مناظره برگزار کنم، حرف بزنم، مثلا سهرابه. راجع به خیلی چیزا دلم میخواد که پاسخگو باشه. من حالا فکر میکنم سامان ویلسون شاید. نه آخه اون آدم باقالیه میدونی بازی نیستش. آره واسه آدمی که جدی نمیگیرنش، دلقک مهابه. سهراب آدم اتفاقا تیزهوشیه خیلی خب و آدمیه که میشه روش حساب کرد و حرف بزنه، میشه باش دیالوگ برقرار کرد. اصلا افکارش قبول ندارم، به نظر من بنیانگذار سی اتفاقای خیلی بد تو رپ فارسی اون بوده. حالا شاید بعداً کنترلش هم از دستش در رفته و موزه‌گیریاش، منیجرش افتضاحه. منیجرش رسما یه آدم اطلاعاتیه که آزاده است که مثلا با پسر سران جمهوری اسلامی زد و بند داره، با سه رپرها کار درست میکنه. به خود من پیشنهاد دادن، خیلی آدمای دیگه میدونم که مثلا هر کی مثلا توی ایران گیر میکنه میره سراغ اون، مثلا میدونی. برای خاطر همین راجع همه اینا میشه باهاش صحبت کرد. ولی حالا با اینکه با هیچ کدوم این چیزاشو قبول ندارم و مخالفم باهاش، یه چیز داره که حال میکنم باهاش، اینه که هیچ موقع رنگ عوض نکرده یارو. همیشه گفته من طرفدار جمهوری اسلامی معلوم بوده هستم، همینی که هست. میدونی هیچ موقع نسبت به شرایط رنگ عوض نکرده. درصدی که تو اونا بری نگاه کنی مثلا بچه‌هایی بودن که بالا پایین داشتن. آره میدونی چی میگم. برای همین اینش خیلی جالبه راجع به سهراب. کلا تو بچه‌های گروه زد بازی با کی همه رابطت بهتره؟ سیاوش. اونم چون سیاوش فکر میکنم یکم دیفرنت فکر میکنه. آره هم دیفرنت فکر میکنه نسبت به اونا. همینم که ایران نرفته سالهای ساله، همینم که موزه‌گیری سیاسی موافق جمهوری اسلامی توی اینترنت هیچ موقع ندیدم انجام بده. حتی اگه اونا دوستای صمیمیشم هستن و اینا توی این مواضع سیاسی برنامه ساختم. آره ساختی و بچه خود مثلا چیزی هم هست، اینفورمدی هم هستش. تو این زمینه هیچ موقع نیومده مثلا حرفی بزنه خلاف چیز مردم و خلاف اون جهتی که مثلا افکار عمومی ازش توقع دارن و مردم اصلا دوست دارن بشنن. یه درودم میفرستیم به سیجر اینجا. عشق داداش. صحبتش شد. یه درودم به سپهر بفرستیم. آره سپهر که کشور یه دوستای نزدیک من سپهر. علی جون یادم میاد یکی از کسایی که بچهای رپرایی که یکم با هم دیگه بکن فورت کردیم به زالیتو بود. رابطت باش چجوریه الان؟ نظرت چیه راجع بهش؟ ببین رابطم که با بهزاد خیلی خوبه، از قدیمم خوب بود واقعا. ما رفیقیم با هم، اصلا کم هم دیگه رو میشناسیم. 18-19 سالگی با ما آهنگ هم داریم. یه آهنگ تو آلبوممون بود، بعد یه سینگل ترک هم من دادم باش. 70% به خاطر پرشر رپ گیم و همون مسئله بود که تو سوال قبلی بهت گفتم. آدمای دیگه خیلی تاثیر میذاشتن روی این قضیه. یعنی مثلا بهزاد اصلا واسه من آهنگ فرستاد، کلی با هم کار کنیم. اون خیلی وقت پیش آلبوم اولشو که داد، آلبوم دومیش بود اگه اشتباه نکنم، مثلا 2 تا ترک فرستاد که با هم کار کنیم، ولی بچهای زد بازی نذاشتن. جی علل خصوص نذاش و اون موقع خب بهزاد اینا خیلی تحت اینفلوئنس این برعکس بودم. یه بار با عرفان مسخره بازی تورنتو میگفتیم که جی زنگ زده به سلمونیای نورتیور، گفتم موهای جیدا رو نزنید. یکی از هم پرسید چرا موهات بلنده و اینا، و گفتم آره نمیتونم آرایشگاه جی سپورته که نزن. ولی خب مثلا اینو من اکثریت مواقع واسه مایه خنده بود و جدی نمیگرفتم و رابطم با بچه ها همیشه پشت پرده برقرار بود و آخر سرم به یه جای رسید نمیتونستن جلوشو بگیرن. یعنی مثلا چه میدونم کنسرت 2-3 هزار نفریه، نه آرتیستا نه برنامه گذار نه هیچ کسی دیگه نمیتونه به خاطر اینکه مثلا اسکول ناراحت میشه مثلا برنامه رو کنسل کنه. میدونی چی میگم؟ منم خب 3 ساله الان من 2023 جالب 7 اکتبر 2023 تاریخ و حمله حماس من از چیز اومدم بیرون، پایدار اومدم بیرون. اولین آلبوم سولومو دادم به اسم ستاره سهیل
دیگه اون موقع به بعد خیلی رابطه خوبی داریم دوباره با هم دیگه. اگه یه اتفاقای خوبی تو ایران بیفته شرایط عوض چی میری ایران زندگی کنی؟ آره خداییش احتمال حداقل 6 ماهش میکنم. میدونی من خیلی ایرانو دوست داشتم، تهران و اینا، مثلا خیلی جاهای دنیا من زندگی کردم و رفتم. مثلا همین 6 ماه گذشته تا الان اومدم الی پیش خودت داداش، من فکر کنم 4-5 تا کشور مختلف بودم تو این 6 ماه گذشته. هیچ جایی برای من ایران نمیشه، هیچ جا مثلا خونه ما نمیشه. آهنگ سارن هستش که جدید داده، هیچ جا واسم مثل ایران نمیشه. خیلی من سارن هم خیلی دوست دارم، مثلا بهترین خواننده دختر جنریشن خودشه، خیلی کاش داشته. بسیار تو این قضیه هم خودمو صاحب نظر میدونم تو کارم. مثلا بچه‌هایی که دخترها که کار میکنن اینا، من خب خیلی آرتیستای دختر کار کردم و مثلا پروموت کردم، رو استیج بردم. سارن خیلی کارش خوبه. حالا بگذاریم برگردیم سر سوالت. من دوست دارم خیلی برگردم تهران زندگی کنم. ببین میدونم که ما اگه امکانش بود که ایران زندگی بکنیم، زمین تا آسمون همه چی برامون فرق میکرد. اصلا همون مسئله مالیشو در نظر نگیریم، همون لاب و ساپورتی که هم مردم میگیریم برای اینکه تو تا آخر عمرت خوشحال زندگی کنی، فکر میکنم کافیه. و این حالتی که حالا ما تو غربت هستیم و اینا یه جور تبعید اجباریه، چه برای من چه برای فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاقای آرتیستای چه نسل خودم چه قدیمی ها. میدونی چی میگم؟ تو همین الان ببین شهرام شپره میگن خود دارم ایران، میدونی چی میگم؟ از اون جنریشن تو جنریشن ما این یه حق مسلمیه که اما ضایع شده دیگه. بری ایران اولین جایی که میری کجاست؟ محلمون سوهی تو قیطری هست، بین در واقع برای خیابون شریعتی بین بولوار کاوه و فرشته میشه. اونجا بزرگ شد. اولین کاری که میکنی فکر میکنی چیه؟ 100% میرم ایرانو میگردم، میرم جنوب ایران نرفتم و من خیلی از دوستام الان جنوب ایران زندگی میکنن. دوستای صمیمی من که مثلا با هم بزرگ شدیم و اینا اکثرا یا تو کوههای شمال ایران یا تو دم دریای جنوب. همه مثلا از تهران رفتن و یه مقدار حتی هستن بچه‌ها تهران هم خیلی هستن، ولی آرتیستن دیگه رو آوردن به طبیعت، فرار کردن از طبیعت واقعا آرامش میده بالا. راجب آهنگای من که یه خورده با تو ماشین گوش کردیم نظرت چی بود؟ ببین دفنتلی داری یه کاری، مثلا اونایی که با خشی، خب اولا اونایی که با خشی کار کردی با اونایی که خودت کار کردی زمین تا آسمون فرق میکنه. من آدم روکی ام آجی، راست بهت میگم. اونایی که خودت کار کردی ایمچوره خیلی، ولی اونایی که با خشی کار کردی معلومه که یه استراکچر و فکر و ایده پرودیوسر قوی این کارهی پشتش بوده و توی این مسیر تو میتونی خودت هم به عنوان آرتیست پیدا کنی، هی بهتر و بهتر بشی و اون فرمون رو باید ادامه بدی. و آهنگایی که با خشی کار کردی خب نمیتونم بهت بگم مثلا سوپر هیت سال 2026 ولی above the average، یعنی از average ذره بالاتره. خیلی پوینت هایی که باید داشته باشه داره. حالا یه سری کماکاستی ها داره که 100% تو طول زمان درست میشه. مرسی. از نظرت اگه بخوای با مردم تو 30 ثانیه صحبت کنی، مهمترین چیزی که بخوای باشون بگی چیه تو این 30 ثانیه؟ چه جالب بود اینو تو سوالات نذاشته بودی. تشکر کنم از مردم. فکر میکنم بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که از مردم ایران تشکر کنم، از ایرانیای خارج از ایران تشکر کنم به خاطر ساپورتی که این سالها از ما کردن و همیشه پشت ما رو داشتن. تک تک آدمایی که کنسرت های ما اومدن، تک تک آدمایی که آهنگای ما رو استریم کردن، تک تک آدمایی که ما رو فالو کردن، به هر نحوی هر جوری ما رو ساپورت کردن، چون ما کاملا واقعا یا هنرمندای مستقلیم و با هیچ ساپورتی هیچ وقت نبوده. ساپورت اصلی همیشه هم مردم گرفتیم، چه حالا
سپانسر بوده، چه برنامه گذار بوده، چه پرودیوسر بوده، چه فلان بوده، همه مردم ایرانن که اومدن، اصلا ایرونیان که اومدن پشت کار گرفتن و من خودم مدیونشون میدونم، دوست دارم همیشه بهشون این عشقو برگردونم. بسیار عالی، بسیار عالی. مرسی از اینکه وقتتو با ما دادی علی جان. چاکرم. چیز دیگه هست بخوای خودت بگی یا سوالی هم بکنی؟ چیزی که برام جالبه بدونم راجع به تو اینه که مخصوصا اون کریر موزیک تو دوست داری که چجوری ادامه، چه چیزی براش داری، چه آینده‌ای براش می‌بینی، می‌دونی چه گلی براش داری؟ ببین اولیش که همین انجویی که از مسیر میبرم، لذتی که میبرم تو این راه خیلی حال بهم میده، میدونی یه چیزی که برام خشن و به قول معروف تکراری نیست، مثلا قضیه مهندسی و انجینیرینگ که میکنم به سالها کرده باشم، میدونی خب خودش که برام فان بهم انرژی میده، فانه و از طرف دیگه خب دارم یادم میگیرم، ولی خب برم جلوتر واقعا من فکر میکنم بیشتر از اینکه حالا خودم بخوام بخونم شاید تحت یه لیبلی بخوام کار کنیم که مثلا پروموت کنیم آرتیستایی که میبینیم تالنت دارن، گیفتدن و از طریق لیبل شاید بتونم مثلا دوست داری یه لیبل بزنیم؟ دوست دارم بزنم. آره یه صحبتایی هم با کچی کردیم، برنامه ریزیایی هم کردیم، حالا باید ببینیم که چجوری کار باحالی هم هست، چون الان تو الی هم حالا بچهای کوروشینا اومدن، کلا تعداد آرتیستای ایرانی هم داره میره بالا، ایرانی هم اینجا زیاده، بسترش وجود داره و کار جالبیه اگه انجام بدید، چرا که نه. آره دیگه ببینیم چی قسمت میشه و چجوری جلو میره. خب علی جون خیلی ممنونم از اینکه تو این برنامه شرکت کردی، خیلی بازم خوشحال شدم که دیدمت امروز. امیدواریم ازت کارهای بهتری ببینیم، آهنگای بهتری ببینیم، برنامه‌های بهتری ببینیم و هر چی که برنامه‌ت هست ان شاءالله توش موفق باشی. تو هم امیدوارم که هم این برنامه هم برنامه‌های دیگه برات برنامه‌های موفق باشن، تو کریر موزیکت پیشرفت کنی و کار در بیاری. به اصطلاح ممنونم. برای مردم ایران بهترین آرزوها رو می‌کنیم. امیدواریم که روزهای بسیار خوبی برای همه فرا برسه که واقعا با هم لذت ببریم از کشورمون. تا گریزون بعدی درود. مخلصم.